در این 4 خانه قطار اویله یوروفا زندگی میکند. خانواده‌ای که 1 سال پیش در تصادف مرگبار کلاب 4 نفر را از دست داد و منزلش برباد رفت. حکومت برای این اویله خانه ساخت. اولی امسال سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده کلید خانه‌های نوبنیاد را به این اویله ها داد. وقتی که همین حادثه رخ داد، از حکومت شهر، از پرزیدنت خودمون تشکر می‌نداری بیان میکنیم که با ما هم خیلی خانه کردن دادن. خانه‌های نو 100 متر از محل صدمه دورترند، اما جمعخان یاروف تا حال به این خانه‌ها عادت نکرده است. او روزش را بیشتر در پیش خانه از صدمه تخریب شده سپری میکند. اینجا به یاد همسر و 2 فرزندش اشک میریزد. با گفته جمعخان فراموش کردن خانه پیشین و همسر و فرزندان بسیار مشکل است. خیلی که در خانه خیلی زندگی میکردی، جای نامخت آمده ما آمخته نیستیم در اینجا. حتی شاید بعد پسان آمخته شیم در اینجا زندگی کردن، یا جایی که تولد شده به وایه رسیده فراموش هیچ وقت نمیشود. یه واقعه کشید هیچ وقت یادی ما نمیرود. هرچند جمعخان میگوید که آنها این حادثه را فراموش نکرده اند، ولی مقامات آنها را الکی فراموش کرده است. در این 6 ماه بعد سپردن خانه ها کسی بار دری آنها را نکفته است. آن وقت مقامات تصمیم گرفتند که به خانواده های قربانی هایی که از این صدمه ضرر دیده بودند خانه های نو بنیاد کنند. 6 ماه پیش این خانه ها را مقامات به صاحبانشان سپردند. اما این خانواده ها میگویند که الکی از بین 6 ماه گذشته صاحب خانه شدند، آنها را به گوشه فراموشی برده اند. در تصادف 6 اوگوست سال 2023 بیش از 20 نفر کشته و مجروح شدند. مقامات گفتند ترمز ماشین بارکش از کار مانده، دولن با سرعت ماشین‌های سمت مقابل را پخش و 2 خانه را تخریب کرد. این خانه در پهلوی شاهراه قرار داشته و در آن برادران یاروفا زندگی می‌کردند. آن روز از خانواده یاروفا 4 نفر به هلاکت رسید. بخشی از خانه‌ها را حکومت و قسم دیگر را صاحبکاران و مردم ساختند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.